هم خوش آمدید بیننده های عزیز. در بخش برنامه با همه بهایت هستم و همچنان یک میمان دیگر هم داریم در این بخش که سلیمان کاکر فعال مدنی و رئیس نهادهای کاکر با ما هستند. در این بخش برنامه شما خوش آمدید میگم و راسته میده بر شما همچنان تبریک میگم. سلامت باشین. سلام بر شما و عزیز سابقان بر شما. تشکر. و صمیم قلب روز عید بر تمام ملت افغانستان تبریک تهنیت عرض می‌دارم، بخصوص از او آدرس از نیروهای امنیتی ما که در خطای نخست نبرد بخصوص خیابان‌های کابل امروزه بخاطر آرام شما، بخاطر که شهروندان کابل بتونند در حیامیت یک حیام پر از خوشی و شادی را کنار هم داشته باشند، یعنی از خانه وشان از کاشانهشان دور هستند، بخاطر ما اینا فعالیت میکنن. ایده به تمام اونا تبریک میگم، همچنان برای تمامی از شهروندان ما که در بیرون از کشور اینا زندگی میکنن. تشکر. سلامت باشین کاکر صاحب. یو له کسان څخه دی چې هغوی تل خپل امنیتي ځواکونه تشویق کړي دي، هڅولي دي، غونډې ورته نیولې د کاکړ ټولنې لخوا څخه. نن هم د خپلو امنیتي ځواکونو لباس اغوستی دی او غواړي چې په همدې خاطر باندې هغوی ته روحیه ورکړي چې موږ له تاسو سره یو او تاسو چې زموږ ساتنه کوئ شپه او ورځ یاستئ نو موږ هم له تاسو سره یو. کاکړ صاحب شما بگوین چی انگیزه شد که شما امروز لباس نظامی را بپوشین و بیاین به برنامه؟ خوب، امروز قسمه که یک روز است که تمام باید بخصوص بر علاوه از دیگر روزها در همچه روز شهروندان کابل با پلیس یعنی ارتباطات نزدیک داشته باشند، بخاطر همکار باشند هرچی بهتر. و بدبختانه ما بگیم که در چند ماه اخیر شاهد افزایش جرایم جنایی بقیه موارد بودیم که رهبری نهاد کاکر خواست در حیام هید، یعنی تعداد از جوانان که هستند اینا در نهاد کاکر اینا فعالیت دارن بتون ارتباطات نزدیک، یعنی فعالیت‌های نزدیک بخصوص پلیس کابل داشته باشند و فعالیت‌های بیشتر با اینا داشته باشند در آوردن یک امنیت بهتر، مخصوصا در 3 روز عید. و همین قسم تمامی اینا حداقل یک مانند یک کمپین بگویم که تمامی از برنامه‌های تلویزیونی که هستن خیابان‌ها که خود این افسران ما میباشند رهبری نهاد کاکر اینا با لباس پلیس کابل از نزدیک و یا هم برنامه‌ای که میباشه به این قسم اینا تجلیل میکنن. خب یعنی تمامیش به دلیل از اینکه حمایت از نیروهای امنیتی باشه و ما بتونیم بر نزدیک‌ها نهاد کاکر را بر یک نهاد معتبر در سطح افغانستان در 34 ولایت مبادل بکنیم، یعنی تمامی حمایت هایی که از بیرونی می باشه از داخل کشور می باشه و مختص میگیره به نیروهای دولتی برای از روزهای ملی و بین المللی نهاد کاکر ارتباطات نزدیک داشته باشه با نیروهای امنیتی کشور. بسیار خوب. میشه از نهادتان بگوین که مدت چقدر وقت است که فعالیت میکنه این نهاد؟ خوب، نهاد کاکر یعنی مدت 1.5 سال است بر کابل یعنی فعالیت داره و میشه بگیم 20% الی 30% بر قندهار هم نیز فعالیت داشته. ان شاء الله پلان‌ریزی برنامه‌ریزی به داریم که بتونیم البته بعد از عید با یک اعلان موجودیت در داخل قماندانی امنیتی لغمان، اینجا نخواست که اعلان موجودیت داخل قماندانی امنیتی لغمان بکنیم، بعدا شروع از داخل قماندانی امنیتی لغمان و فعالیت خود داخل ولایت لغمان. شما بیشترین کارهایتان در بخش پلیس است و نظامی هستند کارهایتان انجام میدین، چرا این بخش گرفتین شما؟ خوب، دقیقاً امروزه ما شاهد ازی هستیم تنها در ولایت کابل میشه بگیم بیش از 400 نهاد اینا ثبت راجستر هستند با هدف‌های مختلف است و تحصیلی است و فعالیت‌های مدنی است و اطفال بی بزاعت و جوانان بی بزاعت این مسائل. و نهاد کاکر هم یعنی در اساسنامه و یعنی فعالیت‌ها و هدف‌هایش همی بوده که بتونه قسم پیشتر هم داور شدم یک نهاد معتبر تبدیل شود که در 34 ولایت نهاد باشه که از تمامی نیروهای امنیتی ما پشتیبانی و تمامی هر ساحه از نیروهای امنیتی یعنی حمایت بکنه، مخصوصا دور فراغت می باشه از اردوی ملی ما، از امنیت ملی ما، از پلیس ملی اکادمی، اینا تمامش مختص بگیره برای نهاد کاکر. یعنی یک هدف شما می بوده که بیشترین فعالیت داشته باشه برای نیروهای دفاعی کشور. بسیار خوب. بیشترین سهم در این نهاد کیها گرفتن؟ خوب، یعنی در نهاد البته جوانان که همراه ما همکار هستن و همو عشق وطن دوستی برای وطن که دارن آمدن خواستن از یک آدرس مشخص، آدرس نهاد کاکر. اینا تمامی جوانان هستند از طبقه ناس ذکور که فعال بودن و بخاطر از اینکه بتونن داخل در جامعه و وظیفه در قبال وطن دارن رو به شکل درستی انجام بده و ناگفتنه باید وان که نهاد کاکر که
یک تخلص مربوط به قوم میشه بله بله از کاکر. سمت مردم پشتون ما است. اما بازم اشخاص افرادی که زیر سقف نهاد کاکر اینا فعالیت میکنن، از آدرس نهاد کاکر اینا نمایندگی میکنن، اینا تمامش از مردم هزاره ما هستن و از ازبک هستن، پشتون از تاجیک، از هر آدرس و هزار قوم ما آمدیم و زیر نام نهاد کاکر فعالیت واقعا بیاین از این میپرسیم که شما لباس مقدسی که پوشیدین، این لباس اکثر در این استفاده میشه که دفاع از خاک و از مردم خود بکنن. تا چه اندازه مردم هماهنگ هستند با پلیس خود؟ مردم باید چگونه رویه بکنن با پلیس خود و چگونه ارزیابی میکنین مردم؟ خوب، باید بدبختانه بگویم که در یک سال و 2 سال اخیر ارتباطات میان مردم و پلیس یکم از هم دوری کردن و ارتباطات بسیار نزدیک نداشت. دلیلش چی است به نظر شما؟ کم اعتباری مردم مقابل پلیس بود و پلیس مقابل مردم. یعنی خوب قسمی که یک روز خوشی است و ایامید است، باید یعنی تجلیل بکنیم و خوش باشیم و نباید از همچو جرایم جنایی و نامی در قابلیت بکنیم. بله. اما بازم همیشه ما کوشا به بودیم، همیشه برنامه‌ریزی های داشتیم، یعنی کنفرانس ها، مذاکرات داشتیم که بتونیم ارتباطات مردم را با پلیس یعنی نزدیکتر بسازیم. حداقل از اگر ما به سطح وزارت داخله نمیتونیم، به سطح تمام کابل نمیتونیم، حداقل بتونیم در یک حوزه و یک ناحیه ارتباطات مردم با پلیس نزدیکتر باشه. میتونه یک تاثیر مثبت داشته باشه برای اینکه در همون سایه یا در کل ولایت کابل یک امنیت بهتر باشه و مخصوصا در چند روز اخیر حوادثات از جرم‌های جنایی بوده، اینا هم بیشتر شده، در سطح اینو کاهش پیدا بکنه. آها بسیار خوب. واقعا کاکر صاحب بازی بگوین که در روزهای عید برای پلیس چی پروگرام‌های مد نظر دارین که چی خواهد کردین برای پلیس خود؟ چون اکثریت پروگرام‌هایتون در بخش نظام هستن، بر نظامیان کار میکنین و تشویقشان میکنین. خوب، نهاد کاکر یعنی بر کل در 3 روز عید اینا به 2 بخش تقسیم میشدن که در بخش اول اینا اشخاص افرادی که هستن، تمام اینا از طریق رسانه این منعکس پوشیدن لباس پلیس به مفهوم به معنای از اینکه اینا از پلیس حمایت میکنن. بخش از نهاد کاکر عضویت اینا به این قسم برای تلویزیون ها اینا ظاهر میشن که از طریق رسانه ها برای مردم یعنی به رسانه نمی خبر کنه اینا برای پلیس کنار اینا صدا هستن، از اینا حمایت میکنن. بخش دوم تمامی اینا می پلیسان ما که افسران که در خیابان ها هستن، اینا به نزدیک به ملاقات اینا میرن به خاطر عید مبارکی و این مسائل، مخصوصا بزرگمردان ما که در سطح رهبری پلیس، وزارت دفاع، امنیت ملی هستن، این تمامشون در این بخش فعالیت داشتن در ایام عید. به نظر شما قدر کارهایی که برای نیروهای امنیتی میکنه، شما مثلا لباسشان هم میپوشین و کارهای دیگر، چقدر بالای نیروهای امنیتی تاثیر داره بالای روحیشان؟ خوب، ما همیشه یادآور شدیم که قسمی که همیشه پلیس یگانه شعار داره که تمام از اینا آگاه هستیم، پلیس در خدمت مردم. همین قسم مردم هم نیز باید در خدمت پلیس باشه. اگر ما نمیتونیم بریم در خط نخست نبرد همراه اونو یک جای ایستاده شویم، اینا با دشمن بجنگیم، ما حداقل ما اگر نمیتونیم زیر آفتاب سوزان در خیابان ها همراه اینا ایستاده شویم و حداقل خدمت فیزیکی داشته باشیم، حداقل ما میتونیم بیایم و از راه مدنیت حداقل همین برنامه هایی که است و حمایت های هستن، ارتباطات نزدیک است در آوردن یک امنیت بهتر در کابل و همچنین پوشیدن لباس اینا هستن. گرچه واقعا پوشیدن لباس نظامی یک شهامت، یک جرأت و وطن دوستی میخواد که یعنی هر کسی هم پوشیدن میتونه. ما بازم هنوز خود را به اون سطح ندیدیم که لباس نظامی بپوشیم و در خطهای نخست نبرد باشیم. به خاطر تشویقشان و به خاطر از اینکه بتونیم حداقل از راه مدنیت و از آدرس شهروندان کشور حمایت اعلان بکنیم، همچون برنامه‌های رو یعنی برنامه‌ریزی میکنیم و تمامش تطبیق خبر صورت میگیره. سلامت باشین. با سرباز خود یک گیم بازی میکنیم، ببینیم که چی میبره برشان. ما رو بخوانم، باید بخوانیم، بازش بکنیم، بخوانیم که چی میبره. باز ما هم میبینیم. سوال است اینجا، گوینده مشهور را نام بگیرین. گوینده مشهور که به نظر خودتان در رسانه ها باشه، یعنی رسانه که باشه، رسانه را نامشان نگیریم، خودشان نامشان بگیریم که به نظر خودتان کدامشان بهتر هستن، خوبتر هستن. خب از نظر ما
مریم خرمی، یعنی آها. واقعا خب تمام رسانه ها که من دختر خانم هایی که بر خدمت از راه رسانه یعنی از این راه ها میخوان در وطن خدمت کنن، تمامشان واقعا فعال هستند و واقعا کوشش میکنن و به جا رسیده هستند و حداقل میتونن از یک راه بر وطن خدمت بکنن و همیشه صدای مردم بودن برای گوش دعوت واقعا مردم. مریم در چندین رسانه کار کرده، خیلی خوب درست شده در هر تا رسانه‌ای جایی که که ما بوده. ازشان آشنایی دارم، یعنی از هر نگاه ما از او دلیل یعنی مریم جان خانمی را انتخاب واقعا. کردیم. بسیار بازم دست اگر سپاس. دیگر دوستا اگر بیننده باشن البته خفه نشن، نظر هست هر کسی جای خود را دارن. واقعا بسیار سپاس کاکر صاحب که آمدین دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت. با امید از اینکه همچنین جوانان زیاد شوه و نیروهای امنیتی خود تشویق بکنن تا اینکه و هم روی بیشتر بگیرن. روی بیشتر بگیرن. واقعا سلامت. بسیار سپاس. تشکر از شما همچنان که ما رو به برنامه زیبایتون دعوت کردین و بازم یک بقیه روز عیدی را برای تمام هموطنان یک روز خوش عید خوش پیش رو داشته باشن و شما همچنان. سلامت باشین. زنده باشین، تشکر. سلامت زنده باشین. باشین. خب بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.